پژو. به این برند ماشینم نگید رنو، غنو. این شیرینی هم نگید کروسان، کواسان. سلام داداش، چطوری؟ ایوا سقام، تو اینجا چی کار میکنی؟ چند وقت بود فرانسه بودی؟ نقیدمه. آقا بس خواهشن، من 10 ساعت تو هواپیما بودم. بگو صبحانه چی داریم؟ نون بغبغی با کقه مربا. ببین شطور، من 2 سال فرانسه نبودم که بیام اینجا فارسی درست صحبت کنم، تو واسه من اینجا لهجه فرانسوی بگیری، فهمیدی یا نه؟ آخه کامقن، آخه لام هستم، من فرانسه بودم، تو چرا لهجه میگیری؟ داداش اینا رو خیل کن، ماشین خریدم. واقعا مبارک باشه. چی خریدی؟ پقاید. آقا ماشین دیگه ای نبود بخری؟ یه دیویخ دیدم گرون بود دیگه، نشد بخرم دیگه. آها 405 چی؟ اتفاقا یه 405 هم دیدم ولی رنگش خوشم نیامد، اونم نشد بخرم. من تازه یه چیزی رو فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ بروسلی فرانسوی بوده. آخه مرد مومن و قیافش معلومه کجاییه. یعنی چی فرانسویه؟ ببین ما وقتی عصبانی میشیم میگیم یا خدا. خب بروسلی هم فرانسوی بوده دیگه، میگفته خدا. اما سویچ پقایدتو میدی؟ بقا چی داداش؟ میخوام برم قبرستون، میخوام برم بمیرم، میخوام مستقیم برم تو کوه، از دست کارهای تو دارم دیوونه